بریم که موهامو مجیک کنیم. از اونجایی که هوا الان توی کره خیلی شرجیه، با وجود اینکه موهای صافی دارم تا میام بیرون سری موهام وز میشه که خب خیلی اذیت کننده است. برای همین امروز اومدم که کامل موهامو مجیک کنم. بریم که با همدیگه مراحلش رو ببینیم. اول از همه پوست سر و هم جنس موهام رو کامل چک کردن تا ببینن کدوم قسمت از موهام باید مواد گذاری بشه. بعد از اینکه موهامو شستن، مرحله اصلی که مواد گذاری باشه شروع شد. آرایشگرای کره‌ای خیلی با دقت و حوصله و البته سریع کارشون رو انجام میدن. بعد از مواد گذاری باید 10 دقیقه موهام زیر بخار میمون که در همین فاصله هم پذیرایی کردن و هم کلی نکات مراقبت مو بهم یاد دادن. دوباره موهامو شستن و خشک کردن و حالا مرحله اتو کشی بود. تو مرحله اتو کشی انقدر با دقت و آروم موهاتون رو اتو میکشیدن که شما نه احساس میکردی که موها داره کشیده میشه که دردتون بیاد و نه حرارت دستگاه شما رو اذیت میکرد. کل این پروسه فقط 3 ساعت طول کشید و در کل اخلاق پرسنل ها و کیفیت کارشون فوق العاده بود. اینم از نتیجه کار که شد دقیقاً اون چیزی که خودم میخواستم.